أينما كنا أينما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان گرامی به برنامه رمضانی که امروز سوال می شود که آیا زنها در ماه رمضان، در روز ماه رمضان می توانند به نزد طبیب روند و به رحم خودشان سپرال مالند که لولب می گویند برای از حامله شدن باز می دارد. او اگر سپرال ماندن روزه شان می شکند یا نمی شکند؟ اول اینکه می گویند که آنچه که غذا می شود در ماه رمضان، اگر چنده که سوزنداری ها و دیگر چیزهایی که یعنی او طعام می شود برای انسان، گلوکوز از طریق رگ ها، این روزه رو می شکند. اما لولب که سپرال ماندن که این طعام نیست، بنابراین حتی در وقت ماندن سپرال اگر بعضی قطره های خون آید نیست، روزه زن نمی شکند. و این چنین برای چی باید شخصایی که سپرال میمانند اول از شوهرانشان اجازت بگیرند؟ دوم، طبیب را بپرسند که آیا ضرر دارد یا ضرر ندارد اون داروی هایی که استفاده میبرند. زنهایی که شخصایی که یعنی بسیار فرزندی رو نمیخواهند یا که از بیماریشان نمیبردارد، به آنها اجازت گفتند، اما به خاطر زیبایی و به خاطر از مسئولیت گریختن زنها حامله نمیشوند. این را پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بكم الانبیاء یوم القیامه. شما ای مردهای مسلمان با زنهایی که بسیار تولد میکنند و شوهرانشان دوست میدارند با آنها ازدواج بکنید، زیرا من از امتهای بسیار در نزد انبیاها پیامبرها در روز قیامت افتخار میکنم. یعنی زنی که سر بسیار فرزند میکند از کجا فهمیده میشود؟ یکمش مادرش یا خالهش یا نزد خویش تبارش رو میبینید که این خیلی زنها بسیار تولد میکند. ودود یعنی شوهرانشون رو دوست میدارند. بنابر همین مردها باید با زنهایی که فرزندی بسیار میکنند با آنها ازدواج بکنند تا که کلمه شخصای مسلمان رو بسیار بکنند. وقتی که بسیار فرزند میشود، آنها امتی پیامبر باز بیشتر و بیشتر میشود. این بود برنامه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.